بیش از 1000 تن انگشت به ولایت سوخت وارد کرده شد. آن صبح امروز سنه 28 سپتامبر از روی نقشه وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان به راه مانده شد. انگشت‌های وارد شده به چند منطقه شهر و ناحیه طریق یارمارک به فروش گذاشته می شود. هدف اساسی آمادگی به فصل زمستان و تامین نمودن اهالی با انگشت با نرخ دسترس است. کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک در یکجایی با کارخانه‌های زیرتابع ساحه صنعتی انگشت امروز تصمیم گرفتند که در شهر و ناحیه ولایت سوخت یارمارک فروش انگشت را برگزار نمایند. عین زمان زیاده از 1000 تن انگشت برای فروش با نرخ‌های دسترس به اهالی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت دسترس کرده شده است. امروز در یارمارک فروش انگشت در حدود ولایت سوخت کارخانه‌های ساحه صنعت انگشت از جمله کارخانه فرعی شخت فون یغنوب، جمعیت دارای مسئولیتش محدود تالک و ریسورس، جمعیت سهامی پوشیده کمیت متالورژی تاجیک، جمعیت سهامی کشاده انگشت شهر اصفهان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود غوزن و جمعیت دارای مسئولیتش محدود وینا اشتراک میکنند. انگشت وارد شده به ولایت همه انگشت کانهای وطنی میباشند. کارخانه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود وینا که انگشت استحصال میکند به یارمارک فروش این نمودی محصولات نزدیک 175 تن انگشت آورد تا با ارزش نسبتاً پستر به ساکنان منطقه های خوجند و باباجان غفورов، کنی بادام و استراوشان پیشنهاد نماید. یکی از مقصدهای اساسی یارمارک این سری وقت تامین نمودن ساکنان کشور با مواد سوخت در فصل زمستان است. امروز با دستور سپارش‌های محترم جنابی عالی ما در ولایت سوخت یارمارک انگشت که امروز است چسل 28 آمادگی هستیم با یک از خود کارخانه وینا با مقدار 7 عدد автомашина امروز با ولایت سوخت آماده شده است. یارمارک فروش انگشت در 4 منطقه ولایت سوخت برگزار کرده می شود و آن 3 روز ادامه می کند. یعنی تا آخر ماه سپتامبر ساکنان امکانی با نرخ دسترس خریدن انگشت خوش صفت را دارند. باید قید نمود که انگشت ها استحصال کارخانه های وطنی می باشند. یارمارک فروش انگشت طبق جدول پیش بینی شده سنه های 28 29 30 سپتامبر در حدود ولایت برگزار می گردد. از روی تحلیل های پیشکی نرخ انگشت با نرخ های دسترس به اهالی با نرخ 70 درهم برای 1 کیلوگرم پیش بینی کرده شده است. یارمارک فروش انگشت چند سال است که با اقدام وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان راه اندازی کرده می شود. مقصد اساسی آن با مشکلات جدی روبرو نشدن اهالی در فصل سرما است. گزارش مفتونشکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.